در مغازه بعضی برادران عادت دارند می‌دارند آب گرفتنی میشوند، حالی پولشون داده بود میخرن. یا اینکه بعضی شخصیت‌ها می‌دارند از میوه‌گی‌ها چه انگور باشه یا گیلاس دیگر می‌چشن. این چیزها نه تنها در مغازه بلکه در همین دکان‌ها هم این عمل حرام است. اون چیزی که اگر خریدنیش باشه مالک صاحبش نشده تا پول شنتی تا نخرید برات اجازه نیست خوردنش برادری عزیز. یا اینکه بعضی انسان عادت چشیدن داره، اگر دکان‌ها باشه خیلی صاحب یا اون فروشنده بگه مزه شده چرخ بعد از اون بدی این دیگر است. اما اینکه بعضی انسان‌های بدنفس چون خفیده نمیتونن برن از مغازه، اینها حرام است برادری عزیز. حالا این مالک مغازه جوابداری داره، از اون چند کسی یعنی به جوابداری کشیده میشه. درست نیست. تا انسان چیزا نخره مالکش نشه و صاحبش نشه حق نداره برای خوردنش. از این نوع چیزهای شبهه‌ناک، از این نوع عمل‌های بد